خوشا به حال افرادی که مسیر زندگیشون راستی و درستیه، توی راستی قدم برمیدارن. خوشا به حال افرادی که نگاه میکنن ببینن که خدا چه چیزایی به ما گفته. بچه ها همیشه خدا میگه که سمت راستی و درستی برین و این راه و این مسیر رو نگه دارین. خدا همیشه میگه به هم نوعتون کمک بکنید، به نزدیکترین افرادتون، به خانوادهتون. اینجوری نباشه که شما بیاین بهترین غذاها رو بخورین و همسایه شما گرسنه بخوابه. اینی که باید بدونی اطرافت چی داره میگذره، در خانوادت چی داره میگذره و همیشه باید اطرافیانت از وجود تو، از نور تو و از برکت تو استفاده بکنن. خدا دوست داره کسانی رو که با جان و دلشون دنبال خدا میرن و از مسیرشون بیراهه نمیرن، در یک مسیر مستقیم به سمت آن چیزی میرن که میدونن درسته، به سمت انسانیت قدم برمیدارن، به سمت آن چیزی قدم برمیدارن که پادشاه عالم برای ما مقدر کرده. ما با تمام وجودمون آن چیزی رو که میدونیم بهترینه و پادشاه عالم به ما گفته انجام میدیم، نگهش میداریم و جلو میریم. و به خاطر همینه که شما توی این پیجین، به خاطر توی این پیجین که حس و حال خوب داشته باشیم، یه گفتگویی با خدا داشته باشیم و نور و برکت خداوند در وجود ما رسوخ پیدا کنه، در لایه های وجودمون پر از نور باشه، پر از عشق الهی باشه و آرامش داشته باشیم. وقتی که اون چیزایی رو که خدا به ما میگه، اون باید نبایدایی که خدا به ما میگه در نظرمون داریم، با قلب پاک، با قلبی پر از عشق و نور توی زندگیمون جلو میریم و زندگیمون رو میسازیم. عشق داریم به همسرمون، عشق داریم به خانوادهمون، عشق داریم به فرزندمون، میتونیم بهترین ها رو بسازیم. و همیشه گفتم در این پیج، در کنار این هوشیاری و بیداری هم مهمه. هوشیاری و بیداری که اولین خصوصیت خدای بزرگمونه. چجوری میتونیم خودمون رو پاک نگه داریم؟ فقط با تکرار آن چیزی که میدونیم درسته، با یادآوری آن چیزی که میدونیم درسته. اینی که به خدا توکل کنیم، اینی که آدم خوبی باشیم، اینی که پر از عشق و نور باشیم، اینی که خودمون رو دائم وصل نگه داریم در ترس هامون، در حال بدی هامون، در انجام هر کاری خودمون رو وصل نگه داریم و بگیم خداوندا تو متبرکی، تو پر از نوری، تو پر از عشقی. میدونیم که تو ما رو دوست داری، میدونیم که از نورت، از فیضت، از برکتت ما رو مستفیض میکنی. نور و عشق خداوند بزرگترین ثروت این جهانه که میتونه بر وجود ما بباره. خدایا در حرفهای تو تأمل میکنم، در مسیر تو تأمل میکنم و قدم برداشتن در مسیری که تو برای من تعیین کردی بزرگترین لذت این دنیاست و کلامت رو فراموش نمی کنم. خدایا میخوام که به من احسان کنی، به من توجه کنی، مرا در آغوش خودت بگیری، منو در آغوش بگیری که احساس امنیت بکنم، منو در آغوش بگیری که ترس‌های من همه از بین بره. در این روزگار پر از ترسم، پر از حال بدم، همه رو میذارم روی دوش تو ای خدای بزرگم. یه جای فشار انقدر زیاده که نمیتونم اونا رو به دوش بکشم. ترس دارم، ترس از آینده، ترس از بیپولی، ترس از این که چه اتفاقی میخواد بیفته. همه این ترس ها اجازه نمیده که من بتونم درست توی زندگیم جلو برم، اجازه نمیده که من اطرافیانم رو ببینم، اجازه نمیده که من زندگیم رو درست ببینم. تمام ترس هام و تمام فشارهای زندگیم رو میذارم روی دوش تو. وجود من همیشه پر از التهابه، اما وقتی که تو پیش من باشی بهترین ها برای من اتفاق میفته. خدایا هر لحظه میخوام
با تو ارتباط برقرار کنم. نور خداوند رو ببینید که وارد قلبتون میشه، با شما ارتباط برقرار میکنه، با شما صحبت میکنه و بگید خدایا من بزرگی رو میخوام، حال خوب رو میخوام، شادی رو میخوام، ارتباط با تو رو میخوام، من آرامش رو میخوام. و میدونم که بزرگترین لذت من در زندگیم اینی که با تو حرف بزنم. بزرگترین انرژی و حال خوب من اینی که من با تو صحبت کنم. صحبت کردن با تویی که منو زنده میکنه. بچه ها، بزرگترین تکنیکی که من توی لایف استایل، توی تلگرام یاد دادم، توی کینگ استایل یاد دادم، گفتم خدا تراپی بکنید. بزرگترین تکنیکی که لحاظ روانشناسی میتونم به شما پیشنهاد بدم اینی که خدا تراپی داشته باشید، در شگفتی های این جهان تأمل بکنید، در بزرگی قدرت خداوندتون تأمل بکنید، از دیدگاه خداوند، از دیدگاه پادشاه عالم، از دیدگاه کسی که میگه من هستم، بودم و خواهم بود، بیاین زندگی خودتون رو نگاه کنید از دیدگاه خداوند نامیرا، از دیدگاه خداوندی که فقط عشق و نور و محبته و تو رو حفظ میکنه. هر موقع که ترس داشتی، هر موقع که حالت بد بود، بگو خداوندا دستم رو بگیر و از من محافظت کن. من رو محافظت کن از افرادی که میخوان به من آسیب برسونن، فریبکارن و در راه تو قدم بر نمیدارن. خدایا بیا و مسیر من رو محافظت کن، سیف کن، امن کن، اجازه بده در مسیری توی زندگی جلو برم که حفظ بشم. خدایا شکرت که با حضورت، با نورت، با انرژیت و با محبتت به زندگی من وسعت میبخشی. خدایا اجازه بده که متوجه بشم که کی با من حرف میزنی، چه چیزی به من میگی، نشونه هات رو متوجه بشم. در من رغبتی به وجود بیار که با شادی قدم بردارم برای اینکه بیام سمت تو و انجام بدم اون چیزی که تو میخوای. و در کنار اینها خدایا میخوام الهی باشم، پر از محبت باشم، پر از عشق باشم. خدایا از هوشیاری تو هم میخوام، از بینا بودن تو هم احتیاج دارم. خدایا میخوام که بینا باشم، هوشیار باشم، قدرتمند باشم. میخوام پر از پول و ثروت باشم. میخوام از من محافظت کنی. میخوام دستانت رو بفرستی در مسیر زندگی من تا به من کمک بکنن. خدایا قوانین تو برای من نیکوست، پیروی از تو برای من نیکوست، اما میخوام که تو هم در کنارم باشی. میخوام خودم رو، ترس هامو و هر آن چیزی که نمیتونم توی زندگی مدیریت بکنم بسپرم به دستان قدرتمند تو. و میدونم تو به من وعده دادی که همیشه با منی، همیشه عاشقمی، همیشه دوستم داری و من روش حساب میکنم. من به تو توکل میکنم. من به آن چیزی که گفتی امید بستم. من در آسایش و آرامش قدم برمیدارم در زندگیم اگر حضور تو رو داشته باشم. بچه ها، این بزرگترین تکنیکه. هر لحظه در زندگیتون احساس بدی داشتین، احساس تنهایی داشتین، احساس ترس داشتین، احساس فشار داشتین، فقط باهاش شروع کنین به حرف زدن. حرف بزنین و بگین خدایا میدونم هستی، میدونم صدای منو میشنوی، من همیشه در مسیر تو بودم. بیا و در زندگی کمکم کن. بیا و بهترین ها رو برای من به وجود بیار. تو تسلای من در زمان سختی ها هستی. من میدونم که خشم تو و ناراحتی تو و غضب تو از من به دوره. من هر شب با تو صحبت میکنم، هر روز با تو صحبت میکنم. بچه ها، هر دفعه که در نیمه شب بیدار شدین، زمانی که هوا تاریکه، بیدار بشین، باهاش ارتباط برقرار کنین، باهاش حرف بزنین. اگر دوست ندارین فقط سکوت کنین، بگید خدایا من آماده شنیدن تو هستم. اگر ساعت 3-4 صبح بیدار شدین، بدونین که
وجودتون داره فریاد میزنه که نیره، بیدار شو و صدا رو گوش کن. هستی، بیدار شو و صدای من رو گوش کن. فاطمه، الان که نیمه شبه، الان که ساعت 2-3 شبه، در تنهایی بشین و گوش کن، ببین که چی دارم میگم. زهرا، من هستم و میخوام باهات صحبت کنم. بچه ها، در تاریکی شب، کاری به طلوع آفتاب و غروب آفتاب که الان خیلی دربارش صحبت میشه در ایران ندارم. حرف از تاریکی شب دارم میزنم. این تکنیک مهمیه. صداش رو میشنوید، باهاش ارتباط برقرار کنید. خدای اجازه بده از نور تو بهره مند بشم، نصیب خوبی از تو به من برسه. خدایا همیشه به من گفتی مراقبمی، همیشه به من بهشت رو وعده دادی، به من فیضت رو ارزانی بدار. خدایا من راههایی دارم که با راههایی که تو برای من در نظر گرفتی فرق داره. ازت میخوام که راههایی که منو به بهترین ها میرسونه نشونم بدی. خدایا افرادی هستن کنار من که ممکنه خوب من رو نخوان، ممکنه ابلیس باشن، ممکنه شریرانی دور من باشن که بخوام به من آسیب برسونن. خدایا از تو میخوام که از من محافظت بکنی و ریسمانی که به من وصل نسبت به شریران و آدمهای بدی که ممکنه به من آسیب برسونن و در راه ابلیس قدم بردارن قطع بکن. من میخوام ریسمانی قدرتمند بین من و خدای خودم متصل باشه، پر از نور و عشق باشم. یک جهان اختصاصی بین من و خدا باشه، پر از نور. من و خدای خودم فقط در یک جهانی پر از نور زندگی میکنیم. جهانی که پر از فراوانیه، جهانی محافظت شده، جهانی که توش ترس نیست، جهانی که توش خنده و فیض و شادیه. خداوندا جهانی رو میخوام با تو داشته باشم که پر از محبت توه، سرشار از محبت و شادی توه. خدایا به من معرفت رو بده که بیشتر بتونم به تو نزدیک بشم. معرفت و تشخیص این که تو این جهان چطور زندگی بکنم، با آرامش قدم بردارم، همه چیز رو ببینم. چشمان من رو باز کن به زندگی اطرافم و ظرفیتی به من بده که اگر جهان اطرافم رو میبینم بتونم در کنارشون زندگی بکنم. خدایا شاید در مسیر نزدیکتر شدن به تو دچار سختی هایی شدم. کمک بکن که قدرتی داشته باشم که در این مسیر بمونم، در این مسیر ادامه بدم. ترس همیشه هست، ترس شادمانی ما رو میگیره. خدای اجازه بده در زندگی خودم شادمانی رو تجربه بکنم. اجازه بده محبت تو تسلای دل من باشه. ما زندگی های سختی رو داشتیم، تجربه های سختی رو داشتیم، آدم هایی کنار ما بودن که ممکنه زندگی در کنار اونا سخت بوده واسه ما. اجازه بده که حضور تو و رحمت تو تسلای دل من باشه. من همیشه در آن چیزی که تو به من گفتی تأمل میکنم، من روش فکر میکنم و به تو قول میدم خدای بزرگم که در مسیر تو باشم. و از خدا میخوام تمام افرادی که دارن صدای منو میشنون، چه الان که در لایو حضور دارین و چه در آینده که میاین وایس لایو رو گوش میدین، از خدا میخوام که دعا کنید بچه با تمام قلبتون رو پر از عشق و نور بکنید، پر از حضور خداوند و بگین خدای احتیاج به هوشیاری دارم، احتیاج به بیداری دارم. در این جهان باید وصل باشی به خدای هوشیار و بیدار، هوشیار توانا، هوشیار بینا که بتونی قدرتمند زندگی رو جلو ببری. چون شریرها اطراف ما هستن، آدم‌هایی که آسیب میرسونن. من به کلام خداوند امیدوارم، من به وعده های خداوند امیدوارم، من به اون چیزی که گفته از تو محافظت میکنم امیدوارم و میدونم وظیفه انسانی خودم چیه. خدایا به من اعتماد کن، من در مسیر تو ام، اما از تو کمک میخوام.
از تو کمک میخوام که به من قدرت بدی، به من هوشیاری و بیداری بدی که در مسیری که تو تعیین کردی جلو برم. ازت میخوام که بیای مسیر منو روشن بکنی با محبت خودت، با کلام جاودانت که در آسمان ها و زمین ها جاریه، در آسمان ها و زمین جاریه. کلام تو، عشق تو و محبت تو همه جا قابل دیدنه، در این جهان زیبا، در این طبیعت زیبا، در آسمان ها، در کهکشان ها، در کرات دیگه، در کهکشان ها، همه جا قدرت خداوند و کلام خداوند جاریه. همه این جهان در حال شکرگزاری خداونده و همه در خدمت خداونده. خدایا آن چیزی که تو گفتی رو به خاطر میسپرم، انجامش میدم در زندگیم و از تو و قدرت تو میخوام که در زندگی من جاری بشه. میخوام که تو منو نجات بدی، تو منو راهنمایی کنی. تنها حضور تو در زندگی من لازمه. تمام روز به آن چیزی که تو میگویی تفکر میکنم. تمام روز با آن چیزی که قرار دادی که تا بهترین خودم باشم تفکر میکنم و فقط میخوام که دست منو بگیری، از من محافظت بکنی و اجازه بدی که دهان من شیرین بشه با آوردن نام بزرگ تو، با آوردن نام متبرک تو. میخوام که تو چراغ راهم بشی. میخوام که تو استوار در کنار من باشی و اجازه بدی منم قدرتمند در مسیری که تو تعیین کردی پیش برم. خدایا هدیه های زیادی به من دادی. هدیه هایی توی زندگیم دارم که همش به واسطه توه. ببینین چه هدیه هایی دارین. لحظه های خوب زندگیتون، عزیزان دلتون کنارتون، سقفی که بالای سرتونه، مادر، پدر، فرزند، همسر، یک دوست خوب. هر چیزی که توی زندگی احساس میکنی که بهشت زندگی توه، هدیه‌ایه که خدا برای تو فرستاده. خدایا این دلخوشی های زندگی ما رو حفظ بکن. خدایا از افرادی که دور ما هستن و احتمال داره به ما آسیب برسونن ما رو حفظ بکن. از تمام فریبکاری ها، از تمام شریران، از تمام افرادی که تو رو نمیشناسن و پیرو ذهنشون هستن ما رو دور بکن. از تمام کسایی که قضاوت میکنن، از تمام داوری ها، از تمام امتحانات سخت ما رو حفظ بکن. اجازه بده در نور و عشق تو باشیم. خدایا به من بصیرتی بده که بتونم تو رو بهتر درک کنم. حرفهای تو و فرامین تو رو بهتر درک کنم. حرفهایی که با ارزش تر از طلای نابه و اجازه بده در مسیر تو باشم، نه در مسیر نادرستی. آن چیزی که تو به من وعده دادی بسیار شگفت انگیزه و من در حد توانم میتونم اون آدم خوبی باشم که در زندگیم هستم. من مشتاق نظر کردن تو به خودم. من مشتاق اینم که فیض تو به من برسه و جزو نزدیکان تو باشم. دوست دارم هر روز بشنوم که خدای بزرگم عاشق منه، منو دوست داره و از نعمتها و ثروتهای این جهان منو مستفیض میکنه. خداوند بزرگم تو عادلی و قوانین تو درسته و آن چیزی که تو گفتی حق و حقیقته. من در حد توانم در مسیر تو هم و میخوام که تو هم ثروت، نعمت، حال خوب و سلامتی رو بباری بر زندگی من. خدایا در سختی ها، در فشارها، در ترس ها از من محافظت کن. خدایا وقتی که فریاد میزنم کمک تو میخوام، دعای منو مستجاب کن. خدایا در سپید دم، در نیمه شب، در غروب آفتاب به یاد تو هم بزرگی تو و عظمت تو رو میبینم. با تو حرف میزنم. بچه این تایمای دعاهاست. دعاها غروب آفتاب، طلوع آفتاب و در نیمه شب. نیمه شب منظورم زمانیه که هوا تاریکه، نه ساعت 12 شب، 2-3 شب. بیدارشین، دعا بکنین و ازش بخواین و در سکوت باشین و اجازه بدین که با شما حرف بزنه.
خدایا به من کمک کن که بهترین خودم توی زندگی باشم. الهی شو که تونستیم یه ذره با هم حرف بزنیم. بچه‌ها یه موضوعی رو میخوام بهتون بگم، اینی که خدای بزرگ ما حسابدار نیست که یک دفتری رو برداره و بشینه بنویسه که انسیه امروز این کار رو انجام داد، محمد امروز اون کار رو انجام داد، پانیز فلان کار رو انجام داد. بچه‌ها وقتی که خدا همیشه میگه من با تو هم، همیشه میگه از من کمک بخواه، همیشه میگه تو در آغوش منی، حتی زمانی که تو یادت میره که من هستم. یه جایی هست ما احساس بدی داریم نسبت به خودمون، یه جایی هست ذهنمون اجازه نمیده که ما با خدا ارتباط برقرار کنیم. اون ذهن اومده یک حجابی انداخته رو حس و حال خوبمون. خدا میگه من همیشه هستم. خب ولی ما فکر میکنیم که خداوند بزرگمون یک حساب داره که نشسته داره مینویسه و خب اگر من این بدی رو الان دیروز کردم، امروز دیگه نمیتونم با خدا حرف بزنم. اگر فلان کار رو کردم که از دیدگاه من شاید گناهه، ولی شاید خدا دیدش با نظر خودم به خودم فرق داشته باشه. شاید خدا قلب تو رو نگاه میکنه و دیدش به اون کاری که تو انجام دادی و اونو گناه میدونی و داری خودتو سرزنش میکنی و زندگی خودتو زیر سوال بردی، فرق بکنه. از سرزنش کردن و حس بد داشتن دوری بکنید، هر لحظه با خدا حرف بزنید، هر لحظه با خدا ارتباط داشته باشید. هر کاری که میکنید خدا رو حسابدار فرض نکنید که نشسته داره چرت که میندازه شما چه کاری انجام دادین چه کاری انجام ندادین. بچه خیلی وقتها دیدم وقتی که ما به 2 نفر کمک میکنیم، خب روز سوم امروز من به 1 نفر کمک میکنم، فردا به نفر بعدی کمک میکنم، روز سوم احتیاج دارم به کمک خداوند و میگم خدایا به من کمک کن. دیدی من اون 2 روز به اون 2 نفر کمک کردم؟ خدا حسابدار نیست که گناهان تو رو بیاد بنویسه و به خاطر اینی که تو 2 تا کار خطایی انجام دادی از دید خودت، من نمیدونم دید خدا چیه نسبت به کاری که انجام دادی، روز سوم به تو کمک نکنه. و اگر اون 2 روز کاری رو انجام دادی، خدا به خاطر اون 2 روز نمیاد جواب تو روز سوم بده. خدا روز سوم جواب تو رو میده، چون عشق خالصه، محبت خالصه، چون همیشه و همه جا با توه، اما تو فراموشش میکنی. و خدایی که به شدت کافی زهرا، درسته، و خدایی که نگاه به هیچی نمیکنه که تو الان ممکنه یه کاری انجام داده باشی که به نظر خودت خوب نیست و بگه چون تو این کار رو انجام دادی الان من کمکت نمی کنم. اگر این فکر رو میکنی بچه این ذهنتونه. حرفایی رو دارم میزنم که جزو رازهای پروازه، جزو مرحله 3 این لایو اسمش مدیتیشن الهیه. دوست دارم هر موقع که حس و حال بدی داشتین، ترس داشتین، حالتون بد بود، خوابتون نمی برد، استرس داشتین، تو این اوضاع احوال ایران احتیاج به آرامش داشتین، بچه ها دراز بکشین. این وایس رو میذارم هم توی تلگرام هم میذارم توی ایتا، برین 3-4 تا دیگه از این مدل گفتگو با خداها داریم، اسمش مدیتیشن های آرامش الهیه، حرف هایی که با خدای بزرگمون میزنیم و حس و حال ما رو خوب میکنه. بچه از اینا استفاده بکنین، خیلی قدرتمنده. چرا؟ چون حرف خدا رو داری میزنی، چون داری با خدای بزرگت ارتباط برقرار میکنی. آرامش بهتون میده، خوابتون میبره، آروم میشین. اگر ترسی دارین، حال بدی دارین، همه رو بذارین رو شونه های خدا، بگین خدای من دیگه نمیتونم، من نمیتونم ادامه بدم، تو بیا و زندگی منو قشنگ کن، تو بیا و با عشقت و با ادراکت و با درک عمیقت بیا زندگی منو زیباتر کن. بچه اینا رو، این وایس ها رو گوش بدین به عنوان آرامش. اینا مدیتیشن های آرامش الهیه، هم تو تلگرام میذارم هم تو ایتا، توی پیج اینستاگرام هم الان سیوش میکنم. همین بازم اجرا میکنم از اینا، تا الان 3-4 تا اجرا کردم. اینا رو سعی میکنم بیشترش بکنم که شما مدام بیاین گوش بدین و حس و حالتون رو خوب بکنین. بچه دوستتون دارم.